سلام بچه، چه خبر؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. من ابوالفضل اسلیر هستم و امروز داخل این ویدیو اومدیم بریم سراغ بازی به شدت خفن و فوق‌العاده میشه. اسم این بازی هست بروس ریونج. اگه بازی پول رو بازی کرده باشید توی بچگی، حالا خیلی قدیم، این بازی که الان قراره باش بازی کنیم میشه گفت نسخه ترسناک پول، اما به صورت سه‌بعدی و یه جوری میشه گفت داستانی طور. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بچه‌ها کامنت انگلیسی بدید که حسابتون نپره. اون زنگوله بغلش هم بزنید و دیگه اگه آماده هستید برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها این بازی بروس ریونج و آپشن میزنیم سنسیتیویتی رو یکم بده بالا، اولترا هم که بگو بمونه، ریتورن بزن، استارت و یا خدا چه دارش کارت ما چقدر سریع رو میره. او اینجاست، چه خبر؟ خوبی؟ سلامت. این بده ما چیکار کنیم؟ نوشته to do take care of poo, feed poo, clean poo with soup what با سوپ بشورمش، wash poo with water, give poo medicine بشه. play with poo using the ball باشه. put poo in the bed and sleep. میگه پول بنداز سر تخت و بیرون بخواب. حالا چرا من آروم صحبت میکنم؟ چون الان همه خوابن و من دقیقاً وسط حالم تا به خاطر دارم صحبت میکنم. ولی به ویدیو بعد دیگه قرار نیست ویدیو باشه. الان هم ساعت فکر کنم نزدیکای یک و دو شب. خب من این بیچاره بدبخت که رو گوشنم دادم نیستم. خدا شده. آره عالیه، خیلی خوب. اینم بده کوفتش کن بدش دیده خربوزه چیز بچه هندونه یه موضوع خوردی خوبه. اینم بگیرم اون دادی. دمت هم بیاد. خب اینجا باید داریم بشورش قشنگ مثل بازی پو ولی خب سه‌بعدی طورش. آره خب اینم بده بشوریمش. اینجا بشوریم بشورش الان تیکشو زد. خیلی خوب. این گوه رو بردار. گوه دیگه نداره. این چی اینجا؟ اینجا مدیسینه. حالا ای بابا اینا نمیشه مدیسین. بشورش. خب شستیش دمت هم گرم. خیلی خوب. حالا بعدش داشت چون پوکر فیس وایساد. خیلی خوب. اینو بده مدیسین کوفتش کن. خب حالا که کوفتش کردیم بعد رو چیکار کنیم؟ بله خب اینو باش دوباره پوکر فیس وایساده. خیلی خوب. از اینجا بزنمش سر. بلش. تو بده اصلا نداریم. تو کجا رفت؟ راستی باش فوتبال بازی کنید. تو همون وایسا میخوام بکنم شو دهنت. کجا رفت تو؟ دوباره تو رفت بده بیام دهنت رو. بدش. داداش چرا نمیخوابی چون الان خوابش کن. چرا خب میخوام اسپید ران کنم واسه. میشه اینجا چرا میخوامونشونیم بعدا میخوابیم. خب زد چیز زارت زود. خب بیدار شدیم و یکی اینجا داره زنگ نفت. خیلی خوب. تلفونه کاریتا رو میدوه؟ نه شیفت رو بگیری. bring two from bed. میگه بلندش کن. اینا خوشو بعد شاخصه در باز کنیم و هلو. خب بلش اینجا به این نفر غذا بده چون روش عکس غذا داده. کوفت اینو خیلی خوب. اینم دوباره اینم بگی بخور. اینم کوفت کن. حالا باز اینو نگاه نه. تو اینجا چیکار کردی؟ تو اونجا بودی که یا خدا چه هر لحظه اینو داره خطرناک شد. واسه اونم غذا می‌خواستن باشه. ببینم تو چی تلپورت کردی؟ باشه اینو بخور. اینم از دور واسه شوت می‌کنم. خوردی؟ خوشحالیم اینو. من زیاد خوش میاد. اینا الان دلش بازی میخواد بازی کنه. با این بازی خب go out to buy some food. میگه برو بیرون، برو به در. بعدش اون وقت خود یکم غذا واسه خودمون که بریم یکم غذا بخریم.
خب داشت تو فایند پولیناس اصلا اون زده پولینا بود خیلی خوب نمونش داشت تو تلپورت دوباره خوابت نه اصلا نیست بگی به توجه بخواب خیلی خوب درسته یه چیزی یا آقای ناشد dear father پدر I چی؟ what? I left I left home don't search for me love you پولینا میگه پدر من از خونه رفتم بیرون don't search for me میگه دنبال من نگرد love you پولینا love you دوست کنم خیلی خوب حالا بعد چیکار کنیم غذا راستی گرفته بودیم غذا چند تا غذا گرفتیم خیلی خوب این غذا رو کجا بندازیم بنداز اینجا خب حالا باید چیکار کنیم بگیم بخوابیم بله من میگم بخوابم و شب به همگی بخیر اوکی خب دوباره زد بگم که یه صدایی اومد ازش در این داستان شد خیلی خوب اینو روشن کنیم چه خبره داستان اینو چیکار کنیم پروژیم چه خیافش اینجوری بود فاک پیر شدیم که نکنه داشت چه خیافت اینجوری داره شوخی چیه اینجا سرچ زد اینجا سرچ رو بزن خب جان پرسکر سخت میکنم با این دهن آشغالش دهن شیدی و دهن شوخیه چک the shelf اینجا بودش چک کن شلف رو باز کن چی داریم اینجا تاش اینجا فلش لایت اون خودش گرفت من کاری نکردم what the fuck چه اتفاق بود پاهمون رو قطع کرد مثل اینکه با دردسر بزرگی قرار گرفت واو درست شد باش قد 10 متر شده من کوچیک شدم شاید پامو قطع کرد کلیک راست کن کلیک چپ کن 1 2 3 4 خیلی خوب من یکو بزنم منو برو what the hell خیلی خوب برو پایین اینجا بکنم باید یه چیزی فعلا واسه داره که من چند تا ویدیو خیلی گذاشت دیده بودم ولی خب اوکی این ویدیو واسه دیدم واسه اینکه میخوام ویدیو بازی رو اسپید رانش کنم و نیاز نباشه که 2 ساعت فقط بگیم کجا چی اینا فقط مونم اسپید ران کنیم البته یه سری فکر کنم یه سری یه حالت دیگه هم داره که بتونیم بازی ببریم یکی نمیدونم دقیقاً چیه ولی خب خیلی خوب بریم طرف دومی که بریم تایر این هم چند ماشین باید اونم بیاریم بگیرش اک خیلی خوب اینو بیار بالا یه خود بزن خب دوباره دور بزن ریندم مثلا بزن من دور خب حالا دور بزن بگیرش ناموسا گرفت خیلی خوب واسه چور تایر خیلی خوب بعد این طرف هم بعد رو بریم طرف چیزای ماشینه خیلی خوب با چیزا دو دیوار رد میکنه خیلی خوب برو طرف چیزه او سه نه 4 برو طرف 4 اینجا بکنم یه دونه وسیله است نه یک آره یک که اینجا بکنم یه دونه کدی هست خب ما باید اینجا چیزش کنیم خیلی خوب نامبر خیلی خوب به اون غذا داد خیلی خوب حالا به طرف اون اتاق بازی اگه اشون رفتم بعد حواسه شد اون نه 4 برو 4 زنگ بزنی به اون پیتزا فروشی بکنم بعد زنگ به پیتزا فروشیه داشت چراغ خاموش کرد خیلی خوب داشت چراغ رو روشن کن بیاد همون داشت تلفن چه دو زنگ بزنم مثلا find person to be able to move find a way to escape ما طرف اون چیز خیلی خوب ما برد خیلی خوب بذار ما حواسش باید که پرت کنیم بده شوتش کنیم ای بابا ریدم توش بدش کنیم نه سرویس رو پودر پدر دور گم شو باید اینجا توپ لعنتی باش بود بشنم نه سرویس خب بسم الله بدش ببینم لعنتی
بشنم این لعنتی رو بزنش لعنتی چون شوتشون تو آها زدم تو خال برو زارد پیرینگش رو ریپرش کن اوخش درست اوکی گاد خیلی خوب سریع بریم یا طرف ما طرف اونجا بریم سریع زنگ بزنیم ببینیم یورو دهن سرویسی بیاد اینجا پیزا فروشی بگه پیزا فروشی رو بگیره پاره کنه خب پیزا فروشی که پاره که داشت تاتی داریم خیلی خوب رفتی برو با تمر داره کالی میکنه خیلی خوب زنگ زد خیلی خوب برای طرف اتاق لعنتی آجی بیا تا دهنم همه سرویس میشه خیلی خوب اوکی گاد اوکی نه رسی میدونم خب بشن موضوع بابا توف اون هیکل ناموسن چیکار داری میکنی who is watching and don't what the hell is going on bro what the hell is going on چی شد نکنه یارو کشتش خیلی خوب الان ما باید دقیقاً آروم باش اینا متوجه تو زنمه اتفاق میفته آره ولی اون طرف اینجا